موضوع هم در نیت ها موضوع بود، ولی چیزهایی را مشاهده کردیم که باز اینا ضرورتر شماردیم که در بین شما بیان کنم. الان من حدیث خواندم حضرت معاذ روایت میکنم. ترمذی در کتاب خودش با اسناد حسن و صحیح میگه ان معاذ رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الله تبارک و تعالی المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون و شهدا. بینیم برادران، روز قیامت پروردگار میگفته است هر کسی که یکدیگر را به خاطر خدا دوست داشتند، شما یکدیگر را به خاطر خدا دوست می‌دارید، یکدیگر را به خاطر خدا حرمت می‌کنید. خب روز قیامت پروردگار میگفته است در منبرهای از نور میشینانم، منبرهای از نور، چنان منبری زیبای برای اینها تیار میکنم که حتی پیغمبرها و شهیدها میگه تمنای همین منبر میکنن. پیغمبرها و شهدا طلب همین را میکردن که پروردگار ما را همین منبر بده. همین منبری که به این بنده داده. این بنده به چی سبب یافت منبره؟ به سبب او که در دنیا برادر مسلمانش دوست می‌داره، به قدر برادر مسلمانش میرسید، برادر مسلمانش هیچ وقت به چشم حقارت نگاه نمی‌کرد، هیچ وقت آزارش نمیداد. ولی ببین همین اصطلاحایی که امروز برآمده، برادران از بین شما برآمد، یکی پستاوی، یکی کیدت، یکی فلان دیگر، همه از بین شماها برآمد که یکدیگر برادرای مسلمان تونن در دست مردمی که غیر مسلمان هست تا این اندازه بیرحمی که در دست اونها میفروشه. برادری عزیز، حتی پیغمبر خدا میگه المسلم اخو المسلم. ای برادرها میگه نابسته از کدام منطقه یک درد بدبختی دیگری ما نمی محلگرایی، ما محلگرایی با داریم، تو فلانی ای از فلانی ای فلان ای دیگر، این بدبختی ما. ای برادر عزیز، حتی پیغمبر نازنین ما را میگه مسلمان برادر مسلمان، المسلم اخو المسلم لا یظلمو ولا یسلمو. میگه مسلمان را باید ظلم نکنه، مسلمان در دست غیر مسلمان تسلیم نکنه. فمن کان فی حاجت اخی، سخن پیغمبر ما برادر عزیز، سخن صحیح، ایتا یگان افسانه و یگان روایتی که در اون شبهه باشنه. فمن کان فی حاجت اخی کان الله فی حاجته. پیغمبر میگه کسی که حاجت یک برادر مسلمان شب برآورد، خدا میگه حاجت برار تو منم، من حاجتی تو را میبرم. و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه. پیغمبر خدا میگه کدام مؤمنی که در دنیا یک برادر در سختی میبینه، در مشکلات میبینه، از همون سختی بیرونش میکنه، خدا میگه روز قیامت سختی های قیامت از بالای سر دور میکنه. و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. اگر تو عیب یک برادر مسلمان تا پوشانی، من عیب تو را در روز قیامت میپوشانم. خواهی که تو را رتبه ابرار رسد. ابرارها برادر از این الابرار لفی نعیم قرآن میگن. ما همه نوش نعمت قرآن برای ابرارها دادگیم، برای نیکوکارها. اگر شما میگه خواهی که همون درجه را بیابید، خواهی که تو را رتبه ابرار رسد، مقصد که کس راز تو آزار رسد، خواهی که پول صراط آسان گذری، آزار دل هیچ مسلمان مطلع. هیچ وقت دل یک برادر مسلمان در آزار نتمیگه، زیرا که در برابر این برادری عزیز تو آن خواهشاتی که برای دریافت کردن راحت باشه تا از اون محروم میشه. حضرت عمر رضی الله عنه میگه 400 دینار در دست بچه‌ش داد، عبدالله داد. گفت بر بچه‌م به خانه ابو عبیده ابن جراح بده تا برای کمبودی‌هاش صرف کنم. عبدالله ابن عمر میگه وقتی که من گرفتم مبلغ آوردم به خانه ابو عبیده ابن جراح، دید میگه گفت این چی است؟ گفت پدرم روان کرد، گفت برای کمبودی‌های خانه، گفت یک لحظه کمیلشی، گفت خدا پدر و مادر عمر رحمت و مغفرت کنه. گفت ما از عمر راضی‌ام. در میگه نماینده‌اش روان کرد، گفت فلانی 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 را فعلا کرد.
آمد میگه همون 400 دیناری را که برای ابو عبیده که خودش محتاج بر همون مبلغ بود، میگه در پیش عبدالله ابن عمر همه چه در دست هر کس 10 سوم و 20 سوم و 50 سوم تقسیم کرد و گفت تمام. نماینداش گفت تمام. گفت بگو همه اونها را که مثال دعاگوی حضرت عمر باشند. یگان تنگش میگه حتی نگرفت. وقتی میگه حضرت عمر پرسیدش گفت چی شد؟ گفت همچنان. گفت خدا رحمت کنه ابو عبیده را و این ترحمی که در قلبش داره. حضرت معاذ هم حمل کرد و هم تقسیم کرد. میگه زنش دوید آمد گفت ای معاذ آخه خانه در چیزی نداره، اهل خانه فراموش کردی؟ میگه 2 تنگه مانده بود برابر در دست عائله‌اش داد. میگه اینها برادر عزیز معنای را دارد که مسلمان با مسلمان وقتی ترحم کنه در همه جا فتح ظفر می‌کنه، در همه جا برابر. اگر محبت نباشه همین پراکندگی همیشه چیه؟ فقط بدبختی می‌کنه. یکدیگراتون را دوست بدارید، یکدیگراتون را حرمت کنید، به قدر یکدیگراتون برسید. خب هیچ وقت نسبت یکدیگر بدبین نباشید، گروهی قطع از گروهی اونها جدا نکنید. خب زیرا که اگرچه در دنیا یگان نفع هم شود و یگان فایده هم شود، ولی برادر عزیز در عبادت و در آخرت بسیار خطری کلاس دارد. اینجا موضوع دیگری که میخواهم قسماً برای شما گویم در مسئله برادر عزیز خبرگیری از اهل عیال. اهل عیال فراموش نکنید. شما همین 4 نامسلمانی که گویم تای فروسی کردگی در همین کوچه میگردن، پاهای سفید همونا شما را فریفته نکنند. من از جوانای تاجیک خودمان شنیدم که داملا آلی اگر آدم زنی روسی بگیره دیگر زنی تاجیکیش فراموش میگیره. ایره همین تا بمزه کده گفتیسته مزاو. این مسئولیت ما، این دینداری ما، این عقیده ما برادر عزیز. این چیزا را که ما احساس میکنیم میگه گندش بچه آچش دیو نشون بده. او چی میداند که مثال آن چیزی را که ما درک داریم آلی بچه را هیچی را درک نداریم. آلی تو هیچی را نمیفهمید. آلی تو تایها غلام در این موشیدگی خود درک نداریم. فقط هم یک جاگه خواب تا میدانیم تمام. تاجیکای ما میگفتن مرده با کفن سفید شادی دارد، لیک ای عذاب گور درک نداره. با کفن سفید شادی میکنه ولی ای عذاب گور درک نداره. آلی او را دیده با او سر سکه و سرخی و دیگر خب میگه خدا مرا داد، نه ترا خدا زد داد. خدا دادگی نیست. ترا خدا دادگی نگو دادر عزیز. زیرا که ترا حیبت تگیریم، نم تگیریم. ما تاجیکا برادران عزیز بینید در تمام جا با دعوا هم داریم که ما هویت داریم، ما حسی دینی ما یک طرف حسی ملی هم داریم، ولی وقتی در یک نفری که آخر هیچی از او یکان نفع برای تو در حیاتت نمیرسد و قیامتت نمیرسد، تو در آمده خطر بدستی خودت غلام کردن یک طرف تو از اهل عیال خودت فراموش کرده. تو میدونی که اونها وقتی شما امام غزالی را پیش از آمدن خواندم میگه حق زن به گردن مرد همیه که در 4 روز یک بار باید خانه‌داری کنه. در 4 روز باید میگه بدنش یک بار خانه‌داری کنه. این حق زن به گردن مرد که میگه. ولی با سبب عذری که شما دارید امکاناتتون استفاده برین، خب شما از حال اونا آگاهی پیدا کنید. با تلفن‌ها با اونا صحبت کنید، مراجعت‌های خوب کنید، با اونا صحبت‌های بسیار نرم و ملایم کنید. ولی بسیاری تاجیکای ما نشسته میگن داملا این دوشنبه رفتیم این تاجیکستان را دیدیم همه خواهرای افراسیدن، این دخترکا همه به سطر به حیا شدن. اگر تو غمخوار باشی برای نکاح کده بگی تو قدر کمفورتی که برای زن اینجا تو تیار بکنی 20% اگر برای زن تاجیک تو ها تا بوسه بکنه با تو بسه تیره سهر به کلبسه بمان کار تا بکنه یک سهر برادر ای زن تاجیکی ما بیچاره به همون دانه و به همون آب و به همون چیزی باشه تا مرده شد طاقت میکنن. 1 سال 2 سال خبرشو نمیگیرن. عربی انصاف بگیم ما خواهرای من یکی اگر چی خواهرای مثال بگیم نسبی هم نباشد
ولی من همچنان را خواهر میدونم. همش با ما گپ میزنن، گریه میکنن که مثال 2 سال 3 سال 4 سال. من لم یرحم لا یرحم. پیغمبر کسی رحم نداره خدا با او رحم نمیکنه. شما از این برکت هم نمیابید. 1 سال 2 سال نمیه در یگان قانون شریعت نیامده که وقتی من زن بگیرم پدر و مادر من خدمتگار باشد، او خدمتگار در حقی و شوهر باشد. بازم همین که ما تربیت میکنیم خواهر عزیز، دعای خوشامد تا بگی، دعای خسر تا بگی، دعای اولادای مثال شوهر تا بگی، اونها خاپل کده اگر گویم هر وری 1 سال 2 سال در خانه تو خدمت دارن، پدر و مادر تو خدمت میکنن، خواهر دادر تو لبای میگن. بازم همین تا از همین جا با سیاست تا بعضی ها تا اندازه نامردی که از همین جا با طلاقشان میکنیم. بعدا چی شده سبب؟ یک قطعی دادرم جمع کرد، یک قطعی خواهرم جمع کرد. بزنه و دادر خواهری تو تماما به عقل به فراست باشن. بعدا شما پشیمان شده که اینالی ممکن اینجا در هست برادرایی که با ما صحبت کرده میگه بله داملا حق میگوی، همون دادر من حقیقتا مثال بدبخته یا خواهر من همچنانه. ولی برادران این کار در حق زنها کن نکنید. هیچ وقت این لبدنک علیک حق ولی زوجک علیک حق. همین بدن هم بالای ما حق داره، زنا هم بالای ما حق داره. پیامبر میگه روز قیامت من از پشت تو کسم اللهم اینی احرج حق ضعیفین. همین چیزی من میگم اینجا علی علم است. همین هر کدام شب برای بسنجید. اگر یک تاشا کتاب بیرون باشه بگو حاجی میرزا 100 نامحصول کرده که یک تاشا کتاب بیرون باشه. اللهم اینی احرج حق ضعیفین الیتیم والمرأة. پیامبر میگه روز قیامت من پشت 2 نفر، یکی کسی که حق یتیما را خورده، کسی حق زنکا را پایمال کرده، من از پشت اینا در پیش خدا شکایت میکنم که بگذار اینا در پیش یتیم و در پیش زن. گفت که امروز اون نکلی میزنم که زارا و تولا کنن که حقیقتا من در حق تو در دنیا ظلم کردم. این هم دادرهای جو فراموش نکنید، پدر و مادراتون را فراموش نکنید، در حق رو دعاگو باشید. از من یه نصیحت اختیار کنید، بسیار برادری از شاید مرا قبول هم ندارد ولی که من از برای خدا میگم هیچ وقت از همین مردم زن نکنید. بگیرین از خواهر دخترای تاجیکی خود. بیا ای هموطن دیگر نپرسه، بیا ای همزبان دیگر نپرسه، من و تو همدیگر را از کجایی. فقط پرسیم از هم حال و احوال، فقط پرسیم از هم حال و احوال، نترسیم آنقدر از هم صدایی. من و تو زاده یک سرزمینیم و ما را مادری تاجیک زاده، همان مادر که حافظ آفریده، همان مادر که خیام آفریده است، همان مادر که سینا آفریده. به دنیا مرد دانا آفریده است. بیای هم زبان دیگر نپرسه، بیای هم وطن دیگر نپرسه،
من و تو همدیگر را از کجایی؟ اگر آنقدر از هم دور مانیم، یقین گم میشویم از روی دنیا. بیاید تاج دیگر نپرسیم. مکانم مزرعی ناموس عار است، وجودم پیکری سوز و گداز است. دلی من از غمی ملت بسوزد، دلی من از غمی تاجیک بسوزد. تو را بازادگاهی من چیکار است؟ تو را بازادگاهی من چیکار است؟ شام را برادر و خدلان و بدن شام را برادر، زری سرخی زرف شام را به دستار، بیجو لعلی بدن شام را برادر. دلی من از غمی ملت بسوزد، دلی من از غمی تاجیک بسوزد. تو را بازادگاهی من چیکار است؟ بقای ما بود از هم صدایی، جزای ملتی باشد جدایی. بقای ما بود از هم صدایی، جزای ملتی باشد جدایی. اگر هم زبانی بر من همین بس، اگر هم ملتی بر من همین بس، چی فرقی دارد آخر از کجایی؟ دلی من از غمی ملت بسوزد، دلی من از غمی تاجیک بسوزد. تو را بازادگاهی من چیکار است؟ 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 تو را فرید است.
هم زبان دیگر نپرسه، بیا ای هموطن دیگر نپرسه، من و تو هم دیگر را از کجایی؟ اگر آنقدر از هم دور مانیم، یقین گم میشویم از روی دنیا. بیاید تاجیکم دیگر نپرسی. مکانم مزرعی ناموس آر است، وجودم پیکری سوز و گداز است. دلی من از غمی ملت بسوزد، دلی من از غمی تاجیک بسوزم. تو را بازادگاهی من چیکار است؟ تو را بازادگاهی من چیکار است؟ شام را برادر و خطلان و بدم، شام را برادر زری سرخی زرف، شام را به دستار بیچو لعلی بدم، شام را برادر. دلی من از غمی ملت بسوزد، دلی من از غمی تاجیک بسوزد. تو را بازادگاهی من چیکار است؟ موضوع هم در نیت ها موجود بود، ولی چیزهایی را مشاهده کردیم که باز اینا ضرورتر شماردیم که در بین شما پیام کنم. الان من حدیث که خواندم حضرت معاذ روایت میکنم، ترمذی در کتاب خودش با اسناد حسن و صحیح میگه ان معاذ رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الله تبارک و تعالی المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون و شهدا. بینیم برادران، روز قیامت پروردگار میگفته است هر کسی که یکدیگر را به خاطر خدا دوست داشتند، شما یکدیگر را به خاطر خدا دوست می‌دارید، یکدیگر را به خاطر خدا حرمت می‌کنید. خب روز قیامت پروردگار میگفته است در منبرهای از نور میشینانم، منبرهای از نور، چنان منبری زیبای برای اینها تیار میکنیم که حتی پیغمبرها و شهیدها میگه تمنای همین منبر را میکنن. پیغمبرها و شهدا طلب همین را میکردن که پروردگار ما را همین منبر بده. همین منبری که به این بنده داده، این بنده به چی سبب یافت منبره؟ به سبب که در دنیا برادر مسلمانش دوست می‌داشت، به قدر برادر مسلمانش میرسید، برادر مسلمانش هیچ وقت به چشم حقارت نگاه نمیکرد، هیچ وقت آزارش نمیداد. ولی ببین همین اصطلاحایی که امروز برآمده، برادران از بین شما برآمد، یکی پستاوی، یکی کیدت، یکی فلان دیگر، همه از بین شماها برآمد
که یکدیگر برادرای مسلمان تونه در دست مردمی که غیر مسلمان هست تا این اندازه بیرحمی که در دست اونها میفروشه. برادری عزیز، حتی پیغمبر خدا میگه المسلم اخو المسلم. ای برادرها میگه نابسته از کدام منطقه‌ای یک درد بدبختی دیگری ما نمیم محلگرایی، ما محلگرایی با داریم. تو فلانی ای از فلانی ای فلان ای دیگر ای بدبختی ما. ای برادر عزیز، حتی پیغمبر نازنین ما را میگه مسلمان برادر مسلمان، المسلم اخو المسلم لا یظلمو ولا یسلمو. میگه مسلمان باید ظلم نکنه، مسلمان در دست غیر مسلمان تسلیم نکنه. فمن کان فی حاجت اخی، سخن پیغمبر ما برادر عزیز، سخن صحیح، ایتا یگان افسانه و یگان روایتی که در اون شبهه باشه نه. فمن کان فی حاجت اخی کان الله فی حاجته. پیغمبر میگه کسی که حاجت یک برادر مسلمان شد برآورد، خدا میگه حاجت برار تو من حاجتی تو را میبرم. و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه. پیغمبر خدا میگه کدام مؤمنی که در دنیا یک برادر در سختی میبینه، در مشکلات میبینه، از همون سختی بیرونش میکنه، خدا میگه روز قیامت سختی های قیامت از بالای سر دور میکنه. و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. اگر تو عیب یک برادر مسلمان تا پوشانی، من عیب تو را در روز قیامت میپوشم. بازاو این مسئولیت ما، این دینداری ما، این عقیده ما برادر عزیز. این چیزا را که ما احساس میکنیم، میگه گندش بچه آچش جیو نشون بده، او چی میداند که مثال آن چیزی را که ما درک داریم ولی بچه را هیچی را درک نداریم. ولی تو هیچی را نمیفهمی. ولی تو تایها غلام در این شیرگی خود درک نداری. فقط هم یک جاگه خواب تا میدانیم تمام. تاجیکای ما میگفتن مرده با کفن سفید شادی دارد، لیک ای عذاب گور درک ندارد. با کفن سفید شادی میکنه ولی ای عذاب گور درک ندارد. آلی او را دیده با او سر سکه و سرخی و دیگر خب بگه خدا مرا داد، نه ترا خدا زد داد، خدا دادگی نیست. ترا خدا دادگی نگو دادر عزیز، زیرا که ترا حیبت تگیرف، نم تگیرف. ما تاجیکا برادرای عزیز بینید در تمام جا با دعوا هم داریم که ما هویت داریم، ما حسی دینی ما یک طرف حسی ملی هم داریم، ولی وقتی در یک نفری که آخر هیچی از او یکان نفع برای تو در حیاتت نمیرسه، در قیامتت نمیرسه، تو در رو آمده که تا بدست خودت غلام کردن. غلام کردن یک طرف تو از اهل عیال خودت فراموش کرده. تو میدونی که اونها وقتی شما امام غزالی را پیش از آمدن خواندم، میگه حقی زن به گردن مرد همیه که در 4 روز یک بار باید خانه‌داری کنه. در 4 روز باید میگه بردنش یک بار خانه‌داری کنه. این حقی زن به گردن مرد میگه. ولی با سبب قدری که شما دارید امکانیتاتون استفاده برین، خب شما از حال اونا آگاهی پیدا کنید، با تلفن‌ها با اونا صحبت کنید، مراجعت‌های خوب کنید، با اونا صحبت‌های بسیار نرم و ملایم کنید. ولی بسیاری تاجیکای ما نشسته میگن داملا این دوشنبه رفتیم این تاجیکستان را دیدیم، همه خواهرای افراط شدن، این دخترکا همه به سطر به حیا شدن. اگر تو غمخوار باشی برای نکاح کده بگی، تو قدر کمفورتی که برای زن اینجا تو تیار میکنی 20% زنی را برای زن تاجیک ها تا بوسه میکنه با تو بسه تیره سهر به کلبسه بمان تا میکنه یک سهر برادر تو ای زن تاجیکی ما بیچاره به همون دانه و به همون آب و به همون چیزی باشه تا مردهش طاقت میکنن. 1 سال 2 سال خبرشو نمیگیرن. از انصاف بگیم ما و خواهرای من دیگه اگر چی خواهرای مثال بگیم نسبی هم نباشد ولی من همچنان را خواهر میدونم همشه با ما گپ میزنن گریه میکنن که مثال 2 سال 3 سال 4 سال من لم یرحم لا یرحم. پیغمبر کسی رحم نداره خدا با او رحم نمیکنه. شما از این برکت هم نمیابید. 1 سال 2 سال نمیه در یکان قانون شریعت نیامده که وقتی من زن بگیرم پدر و مادر من خدمتگار باشد.
او خدمتگار در حق و شوهر باشد. بازم همین که ما تربیت میکنیم خواهر عزیز، دعای خوشامد تا بگی، دعای خسر تا بگی، دعای اولادای مثال شوهر تا بگی، اونها تا پل کده اگر گوییم هر وار 1 سال 2 سال در خانه خود خدمت دارند. پدر و مادر تو را خدمت میکنند، خواهر دادر تو را خواهی که تو را رتبه ابرار رسد. ابرارها برادر عزیز، این الابرار لفی نعیم قرآن میگن. ما همه نوش نعمت قرآن برای ابرارها دادگیم، برای نیکوکارها. اگر شما میگه خواهی که همون درجه را بیایید، خواهی که تو را رتبه ابرار رسد، مپسند که کس راز تو آزار رسد. خواهی که پول صراط آسان گذری، آزار دل هیچ مسلمان مطلب. هیچ وقت دل یک برادر مسلمان تا آزار نتیمیگه، زیرا که در برابر این برادر عزیز تو آن خواهشاتی که برای دریافت کردنی راحت باشه تا از اون محروم میشه. حضرت عمر رضی الله عنه میگه 400 دینار در دست بچه‌ش داد، عبدالله داد. گفت بر بچه‌م به خانه ابو عبیده ابن جراح بده تا برای کمبودی‌هاش سخت کنم. عبدالله ابن عمر میگه وقتی که من گرفتم مبلغ آوردم به خانه ابو عبیده ابن جراح، دید میگه گفت این چی است؟ گفت پدرم روان کرد. گفت برای کمبودی‌های خانه. گفت یک لحظه کمیلشی. گفت خدا پدر و مادر عمر رحمت و مغفرت کنه. گفت ما از عمر راضییم. در میگه نماینده‌اش روان کرد. گفت فلانی 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 را فعلا کرد. آمد میگه همون 400 دیناری را که برای ابو عبیده که خودش محتاج بر همون مبلغ بود، میگه در پیش عبدالله ابن عمر همش در دست هر کس 10 سوم و 20 سوم و 50 سوم تقسیم کرد. گفت تمام. نماینده‌اش گفت تمام. گفت بگو همه اونها را که مثال دعاگوی حضرت عمر باشند. یگان تنگش میگه حتی نگرفت. وقتی میگه حضرت عمر پرسیدش گفت چی شد؟ گفت همچنان. گفت خدا رحمت کنه ابو عبیده را و این ترحمی که در قلبش دارد. حضرت معاذ هم حمل کرد و هم تقسیم کرد. میگه زنش دوید آمد گفت ای معاذ، آخه خانه دا چیزی نداریم، اهل خانه فراموش کردی. میگه 2 تنگه مانده بود، برآورد در دست عائله‌اش داد. میگه اینها برادر عزیز معنای را دارد که مسلمان با مسلمان وقتی ترحم کنه در همه اینجا فتح ظفر می‌کنه. در همه اینجا برادر اگر محبت نباشه همین پراکندگی همیشه چیه؟ فقط بدبختی می‌کنه. یکدیگراتون دوست بدارید، یکدیگراتون حرمت کنید، به قدر یکدیگراتون برسید. خب هیچ وقت نسبت یکدیگر بدبین نباشید. گروهی قطع از گروهی اونها جدا نکنید. خب زیرا که اگرچه در دنیا یگان نفع هم شود و یگان فایده هم شود، ولی برادر عزیز در عبادت و در آخرت بسیار خطری کلام دارد. اینجا موضوع دیگری که میخواهم قسما برای شما گویم در مسئله برادر عزیز خبرگیری از اهل عیال. اهل عیال فراموش نکنید. شما همین 4 نامسلمانی که گویم تایت روسی کردگی در همین کوچه میگردن، پاهای سفید همونا شما را فریفته نکنن. من از جوانای تاجیکی خودمان شنیدم که داملا آیا اگر آدم زنی روسی بگیره دیگر زنی تاجیکیش فراموش میگیره. ایره همین تا بمزه کنه بدبای میگن. بازم همین تا از همین جبا سیاست بی بعضی ها تو اندازه نامردی که از همین جبا طلاق شما میکنید. بعدن چی شده سبب؟ یک قطعی دادرم جمع کرد، یک قطعی خواهرم جمع کرد. بزنه و دادر خواهری تو تماما به عقل به فراست باشن. بعدن شما پشیمان شده که اینالی ممکن اینجا در هست برادرایی که با ما صحبت کرده میگه بله داملا حق میگوید، همون دادر من حقیقتا مثال بدبخته یا خواهر من همچنانه. ولی برادر این کار در حق زنها کن نکنید. هیچ وقت این لبدنک علیک حق ولی زوجک علیک حق. همین بدن هم بالای ما حق دارد، زنا هم بالای ما حق دارد. پیامبر میگه روز قیامت من از پشت 2 کسم، اللهم اینی احرج حق ضعیفین. همین چیزی من میگم اینجا علی علم است. همین را هر کدام شد برای بسنجید. اگر یک نشه کتاب بیرون باشه بگو حاجی میرزا 100 نامحصول کرده بیه. یک نشه کتاب بیرون باشه. اللهم اینی احرج حق ضعیفین الیتیم والمرأة. پیامبر میگه روز قیامت من پشت 2 نفر
یکی کسی که حق یتیما را خورده، کسی حق زنکا را پایمال کرده، ما از پشت اینا در پیش خدا شکایت میکنم که بگذار اینا در پیش یتیم و در پیش زن. گفت امروز ما نکلی میزنم که زارا و تولا کنن که حقیقتا من در حق تو در دنیا ظلم کردم. این هم دادرهای جو فراموش که پدر و مادرات را فراموش نکنید، در حق اولاد دعاگو باشید. از من نصیحت اختیار کنید، بسیار برادری از شاید مرا قبول هم ندارد، ولی که من از برای خدا میگم هیچ وقت از همین مردم زن نگیرید. بگیرین از خواهر دخترای تاجیکی خود. بیا ای هموطن دیگر نپرسه، بیا ای همزبان دیگر نپرسه، من و تو همدیگر را از کجایی. فقط پرسیم از هم حال و احوال، فقط پرسیم از هم حال و احوال، نترسیم آنقدر از هم صدایی. من و تو زاده یک سرزمینیم و ما را مادری تاجیک زاده، همان مادر که حافظ آفریده، همان مادر که خیام آفریده است، همان مادر که سینا آفریده. به دنیا مرد دانا